خلاصه آقا لب بگیر فلان، من شلوار اینو در آوردم دیدم مثلا این شورت پاش نیست. گفتم این آبجی میسی که اصلا اومد بده و بره. آقا این نشست، من دور زدم از پشت دختره، شروع کردیم لبلو گرفتن. این سر منو خارکسته فشار داد لای پاش. این سر من اینجوری گرفت برد پایین. منم که در حال همینجوری لرزیدم رفتم پایین. بوی سگ. سگ چیه؟ آگه سگ که اصلا من عاشق سگم. I love dog. من عاشق سگم. بوی چی من به شما بگم؟ بوی یه تونمایی مادر جنده‌ای که 25 سال زیر بالش با 2 تا پتو 2 نفر چاقم روش عرق کرده بودم به جان قدیر و حضرت عباس. حاجی حالا سر رفتم بیارم بالا دیدم مادر جنده، منم که مو ندارم که اینجوری پشت کله منو نگه داشته بود پایین. بعد سرم کشیدم عقب، گفتم آبجی جان گفت چیه؟ گفتم بیا بریم رو تخت. گفت برای چی؟ گفتم ببین چون تو اینجوری نشستی من اصلا کمر من داره خواهرش گاییده میشه و اصلا من اینجوری نمیتونم. بیا بلند شو بریم رو تخت. آقا من اینجوری که بلند کردم به مرگ قدیر به امام حسین بوی تعفن مادر جنده تو بغل من اینجوری اینو مثل گوه انداختم رو تخت. این انداختم رو تخت، همون لحظه که انداختمش به جان قدیر به مرگ بابام اینجوری کردم. گفت واتساپ بیبی. من اینجوری صورت منو گرفت گفت واتساپ بیبی. گفتم ببین من اصلا مشکل سیاتیک دارم، اگه استوری منم دیده باشی من پا زدم، من اصلا دارم حالا ما اینجوری خارکوسه سیغ خارکوسه اینجوری وایسادیم. دختره گفت ببین این چی؟ گفتم ببین من کیرم تو این کیر خارکوسه، اینو من حاضرم ببرم مادر جنده رو بندازم بره. آقا من دیگه تمام. من اصلا